5 فکت راجع به نایک که روت هم ازشون خبر نداره. فکت شماره 1، می‌دونید نایک از اون اول اسمش نایک نبوده، در واقع بلو ریبن اسپورتس بوده که بعدها سال 1971 به نایک تغییر میکنه. فکت شماره 2، می‌دونید لوگوی نایک در واقع یه دونه تیک یا به قول خودشون سووش هستش توسط یه دانشجو دانشگاه پورتلند به نام کارولین دیویدسون، فقط با $35 درست شده، اما خب بعداً نایک تقریبا $640,000 بهش میپردازه. فکت شماره 3، یکی از خفن ترین و خلاقانه ترین طراحی نایک در واقع کفش ددپت بی بی بودش، به خاطر اینکه وقتی شما این کفش رو داشته باشین میتونین به وسیله اسمارت فونتون یا گوشی همراهتون بند کفشتون رو سفت کنین. کی حاضر این همه پول بده که خم نشه؟ فکر کنم جوابشو خیلی همون میدونین. فکت شماره 4، میدونستید تینکر هتفیلد کفش بت بوت رو برای اولین فیلم بتمن ساخته؟ فکت شماره 5، اگه فیلم بک تو د فیوچر دیده باشین پای مایکل جی فاکس یه جفت کفش هاوربوردی هست که اونا رو هم نایک طراحی کرد. دیگه چه فکتی رو جا انداختم؟ تو کامنت بهم بگو. سابسکرایب کن.